دوستان عزیز ما در خدمت استاد قرار داریم با همراهی همه هنرمندان مشهور. یعنی اگر در زندگی 4 عنصر باد و هوا، خاک و آب و زمین و آتش این چیزها لازم باشد، ضرور باشد، پس من فکر میکنم که برای روح انسان سینما لازم است. و من همه چی چی گفت؟ نوی حیات سینما، نوی حیات مهاجرا. من میخوام که هر یک مهاجری که این کنار میبیند ارزوش برسد. هر یک آدم دیدید، آدمی که خودش رو باور ندارد و که خداوند هنر دادگی است و باید امکانیت نداشته باشه از خدا طلب کنه. و اگر شما آخر کنار بینید تمام میشود، از تاریخ من چی به تمام میشد؟ با حیات دیگر مهاجر سر میشد. و دیدید با همین خیلی یک بچه مهاجر میرد و میشند در همون سکمینکه دریای مسکویو با حیات دیگر همه حیات مهاجرات تکرار شدن میگیرد. من شما میفهم که این با یک ریشکن کرده کرده انا همین چیزی که باز صورت گرفته یا که رسم گرفته کم ترسانگه کرده انا همین از زگروزیت کنید اینترنت با پریام از چاس سوسیتی با بله سوسیتی با تاکش پر نویسه چی حسیاتی که در دل داره، چی فکری که داره. دو تا سه چیز بزرگترینی که به شما معقول شده این کنار، بزرگترین چیزی که است شما اینا تفسیر کنید برای همون آدمایی که مضمون این بدر دارد، برای همون انسانایی که این علامت در دلش دارد، برای همون انسانایی که حیات با خودش میکوه. شما یک سببگار دیگر شوی حیات یک انسان شوید. این حیات برای آدم توانا، حیات برای آدم ناتوان این حیات دوزخ است. برای حیات توانا است. برای که حیات شیرین گذرد آدم تواناشونش در کار نیک وای با سببگار در کار. یک کسی در چخیر که شام خود در میگیرد از الله آدم هم میخیل شام اگر چی میگن حافظ بوده گسته نه خاطرم برو نه